نسرین خواهر جانم، دلت رو خالی بکن. تو میدونی که روی خاطری تو چیزی نیست که نکنم. شما هیچ کار کرده نمیتوانید. چرا نمیتوانم؟ بگو خواهر جان. من 2 سال فرزنددار شده نتوانستم. بعد به استانبول رفته طبابت گرفتم. بارون تولد شد. من چرا خبر ندارم؟ لازم ندانستم. چرا از من پنهان کردید؟ درباره آلمان چرا دروغ گفتید؟ اکا من نمیدونم از کجا خبردار شده، از کجا فهمیده. اکا شما نمیدونید انسان از پتی من است. با دکتر درباره دخترش نه، درباره من گپ زده است. میفهمید همه چیز را پرسیده است. نیست شب به حجره پسرم میدارد. نمیدونم اکا او برا دیوانه کرده پسرم را گریزوندن میخواهد. تو چی کرده گپ زده ایستاده نسرین؟ اکا شما چشمتون رو کشویید. او همه را به طریق خودش کشیده است. اکا از آن روزی که فهمید که بارون پسری مراد است و من کنداشم از پسی من است. به کجا خواهرم؟ کمی سیر و گشت میکنم. به خودم جای افتانه نمیتوانم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو باخبر شوید. میباید مگر اکرم بدبختی تو رو میخواهد. مادر جان من غیر از رجب دیگر کس نمیرسم. لازم شود گفتم از این خانه میبراید. بس است. فورا تو رو برآورده و شوهر ندادیم کو. اکا در آمدی گپ گفت. ولی جدی گفتم مادر جان. میمورم ولی به دیگر کس نمیرسم. دانیست نگیرد مادر جان. فهمیده دانیست نگیرد. دخترم تو چی ها میگویی؟ شما هیچ با همراه نمیشوید. جناب پیش از تو رجب رو میکشد. مادر جان او چی میگوید؟ زم آخر همین طرف مادر جان چند روز بود با سلاح میبراید. بسری رجب تیر خولی میکند. شوهرم شکمم میرسید بد میدیدی. با خود بیا. با خود بیا. شو آرام شو. چه شد حسین؟ جناب در خانه جنگ و جنجال یک می آمدید خوب نشد. باز چی شد؟ ملکه دیوانه شده است. همه چیز را شکستید بوده. همه تون رو بلا زند لعنتی ها. اصلا بلا تو رو زنم. دیوانه هست چی؟ اکنون ما هم در بلا موندیم. چرا این قدر مقابل هستید مادر جان؟ رجب چی کار کردن؟ آدم کشد. ها شد. حاضر سگ پا میکنم. تو با مادرت گپ میزنی. شما هم طرفی اکرم شوید. من را دخترم نگوید. مادر گریه کرده آرام می شود. مسلم به من آب بیار. تو چه ها میگویی؟ گپی ما رو شنیدی. این چیزی پنهان نکردگی نیست. فرزنددار نمیشده به سرهای در و صحبت می‌کنی.
Насрин? مادر جان با اون زن در آلمان طبابت گرفتنی مرا شما گفتید. سحر بر وقت پرسپرس کرد. من همچه گفتنم رو ندانستم، دروغ گفتم. مادر جان چرا شما این کار کردید؟ ابرو دیگر پرسپرس نکند گفتم. شما خبر دارید که مرا در چه حال گذاشتید مادر جان؟ ابرو با حکم گفت است که حکم با من فشار آوردن. من گفتم مجبور شدم که در استانبول بودم گویم. تو در استانبول شفا یافتم گفتی؟ دخترم به خانه بیوگرد میزنی. من خوش هیچ کس رو دیدن ندارم. کمی تنها بودن میخواهم مادر جان. خدا جزای همه‌تان رو دهد. تو در اینجا چیکار داری؟ آب گفتید که مادر جان. چی شد؟ هیچ چیز نیست. میدم از آب میدهد. تو رفتا بابونا جوشونده بیار شاید یاری دهد. مایش. یعنی خوش دامنم هم این سر رو میدانم. الو سلام علیکم جناب فرانک. توفایی که ما سپارش داده بودیم تیار است. جناب احمد پاسپورت فرمودند. شد تیار کرده ایستادم. تا بگاه تیار میکنم، پروا نکنید. تشکر. ملکه جان رجب تو گریه داری؟ تو چی شد ملکه جان؟ رجب اکا ما رو به شهر دادنیم. تو چی ها میگویی ملکه؟ سلامت باش دخترم. پسرم تو چرا برگشتی؟ چی گپ شد؟ چیز نیست. سرم چرخ زد و گلدان رو افتانده شکستم. مادر جان کودک رو فریب دارید. ملکه در کجا؟ من حاضر با اون نشان میدیم. پسرم ایستا کاری کرده ملکه رو از کجا فهمیدن؟ مادرم هم دستگیری نکردن. دیگر راه ندارید. بیا از اینجا میگوریزیم رجب. اکا یعنی میگوریزی همین طور؟ ایستاب جندام کردو نشوید. میکنم که خدایش نکن. مادر جان ملکه در دستی من از رجب قسم میخورم تو رو میکشم. میکشی جناب کندر، ولی اگر من رجب باشم از بحری عشقم نمیگذارم. دیدید مادر؟ دختری دستگیری کرده اتون را دیدید؟ با رجب بیا میگویید میگوید، ولی با همش او گناهگار است. اگر او روی خوشی ندید چرا باید پسه شود؟ چیکار کردنم را میدانم. باید کنید خواستار رو را میدیم. اکنون دلسوزی نیست. با آیله دار شدن در تک خلف میشینید. فهمیدی؟ برای مادر جان بیرون برای دمت را گیر تا هم برا اگر باز یک بار رسوت کنید بعد میبینید مادر جان. بعدا میدیم که جسدش رو میابید. بعد دخترم گفته دیگه میکنید. همه از فهمیده گیرد. هیچ کس را نمیبخشم. این تلفن را با منی که چی داد؟ چی میداد پسرم؟
مادر جان من این تلفن را نشستم. خود به خود بالا برآمد. چه دادی بی عقل؟ نه جناب من ندادم. چرا باید دهم؟ من حاملم فشار نوارد. این طور باشد کی داد؟ من از کجا دانم؟ شاید ینقه ابرو داده باشند. مادرم رو روزی کرده در رو کشادم. چرا او را گناهگار میکنی؟ چی گفت در اینجا؟ تو چیکار کردن میخواهی؟ تو چی رو میگویی؟ تو چرا با کاری ما دخالت میکنی؟ دیوانه شدی مگر؟ دخترم تو به حجرت رفت. این تلفن را تو به ملکه دادی؟ من به هیچ کس تلفن ندادم. تو مرا فریب کردن میخواهی؟ گوش کن، به هیچ کس اثبات کردنی نیستم. اگر به یگان کس یگان چیز داده باشم روی راست میگویم. در اینجا زندگی میکنم گفته فکر میکنی که به همه کارزار شده میتوانی؟ تو اول با فرزندان خود سایه کن. بس است، با ما کاردار نشو. گوش کن، تا حال ملکه رو عذاب داده ایستاده باشه ملیکه رو فریاد میکنم خبردار باش. فکر کاردار شدن هم نکن. کلی بیا رویم. قدریه خانم چی گپ است؟ ملکه خوب است. خوب دخترم به حجرت رفت. دروغ میگوید دروغ. به تو چی فرق دارد که چی داده است؟ از پس همان تلفن میگردی. حاضر میفهمیم. این شوخیرون تشکر. تو بازی دکر برادر پول را نگرفته به کجا؟ برای کار. الو اکا ملکه زنگ زد. جنوبی کندل تو رو به شوهر میدهم گفتم. باز در وقت صحبت به درس افتادیم. گپی نگفته‌شون نماند. یعنی میترسم که با ملکه یگان کار نکنم. دست و پایم بسته است. به قدریه خانم زنگ میزدید یا اینکه به اونجا رفته گپ میزدید؟ مایلش من حاضر زنگ میزنم. بعد به تو زنگ میزنم تو آروم شو. مایلش که سلامت باشید. این تلفن را به تو زنی شهری داد؟ نه اون نداد. راستش را گفت وگرنه تگی پا میکنم کی داد؟ به خدا که اون نداد. این دار باشد کی داد؟ گپ رو زیاد نکن چمدال. تو زن من هستی یا دشمنم؟ از کدام جهنم من تو را گرفتم؟ خدا مرا جزا داده است. جناب حیوان داد. او حامیله است. کودک تولد کرده او چه میشود مادر؟ گوش کن مادرم را دعا کن وگرنه تگی پا میکردم به ناموس. گوش کنید آخرین بار میگویم من چیزی که میگویم میکنید. دیگر خطا کردنی شما را نمیخواهم. به نام خدا شما را هم نمیبخشم. خوش دستم میشکست اون تلفن را به تو نمیدادم. ینگه ای ابرو داد میگفتی میموندی.
قدر خانم با شما صحبت کردم میخواستم. حاضر وقتی صحبت کردم نیست. از جهتی ملکه این دفعه کندال حق است. چطور حق است قدر خانم؟ در بخاری گریختن گپ میزد که به دستی آکش رفتید. اینقدر فشاری که شما میارید البته گریختن میخواهد. ابرو دخترم. معلش خودتان میدونید. من درباره نسرین صحبت کردن میخواستم. تو چی در آدم هستی ها؟ در حقی تو من نکردم. مرا فوش کردی بهتر شد. ابرودی همین هم بود جناب چپ بود. بوریو میکردی چی بد میشد؟ من در حقی هیچ کس صحبت نمیکنم. فهمیده؟ پشیمان شدم که به تو دیلم سیخته کمک کردم. اکنون پروای تو رو ندارم. قدر خانم فرات از هیچ چیز خبر ندارد. یعنی نسرین با شما دروغ گفته بوده است. با آلمان نرفته است. این کارت خوب نیست ابرو. برای تو را دستگیری کردنم مرا پشیمون نکن. من به تو یاری دادم. صاحبی کردم. تو چی کار کردی؟ رفته با دکتر درباره نسرین گپ میزنی؟ من از دکتر هیچ چیز نپرسیدم. خودش نقل کرد. من تو غمگین نشوی گفته در آلمان تبابت گرفت گفتم. لیکن نسرین در استانبول تبابت گرفت. مراد در آنجا به وی خانه گرفت. در آنجا حامله شد. چی؟ یعنی ما با مراد نبخونه دور شدن پس هر دیشان در آنجا میزیستند؟ ها همین را شنیدم میخواستی؟ بس تو مقصد همه را غمگین کردن داری. فهمیدی چی شد؟ نسرین را رنجاندی. خودت را غمگین کردی. از فهمیدن تو بچه چی فایده شد؟ عذر زیاد. نیت یگان کس را رنجاندن نداشتم. اکنون این موضوع در همین جا برای من کشیده شد. انجام یابد خوب می شود. دیگر در این موضوع افسو یگان گپ شنیدن نمی خواهم. پرس و پاس کرده خانه رو چپه و راسته نکن. تکرارا عذر می خواهم. Kadife Demirci. Ne? Ada Şam verdi. Here. Maya Şam verdi. Here. Where is your brother? We may have the same last name, and we may have the same father, but that doesn't make us siblings. Well done. Your pronunciation is very well. I congratulate you. چی میگوید؟ آرام بودن میتوانی. حرکتی فهموندن دارد. بخاری من نیست. او نیز همینطور میگوید. پدرمون یک بوده میتواند، ولی این معنای اون را ندارد که او اکای من است میگوید. من همینطور فهمیدم. خوزی رفته دهان بینیش را خون میکنن. بران. مرحبا مادر جون. شما را به من برای جزا روان کردم نه؟ من به تو چی گفتنم را نمیدونم. تو را در خانه مادرت تربیه ندادم. وقتی که تو به این خانه آمدی من به تو چی گفته بودم؟ به عرف و عادت این خانه رعایت میکنی گفتم یا نگفتم؟ مادر جان چرا از ملیکه یا از من رنجیدی؟ رجیدی بزرگی کرد. میگفته نتوانستم. دلم باعث سوخت. با شرم نکرده گپ میزند. گناهی کرده از کم بود که باز ابرو را گناهکار کردی. من به تو چی گفتنم را نمیدونم. من چیزی که نگویم باور نمیکنید. دلتان رو خالی کنید. من به این عادت کردم. خدایا صبر تو کن. عقلت باشد این روز به چشمم ننما. من هم تو رو چشم دیدن ندارم. الو. ابرو در کجایی؟ در خانه. به خاله‌ام زنگ زدم ولی نبرداشتن.
ملکه را در وقتی با رجب گپ زدنش داشتند. مبادا کندل دو یگون آسیب نرساند. نمیدونم ولی وقتی که من اومدم با فکرم علاقه قیف کرده بودم. فیروز واقعا امروز ما رو غمگین کرد. خودم رو بد حس میکنم. با تو صحبت کرده میتوانم. البته بیا در قهوه‌خانه یکی شریک بخوریم. مایلش میشود. خیر. در کجا بودی؟ بیا یاری دلکوه رو کستر تمام کنیم. هیچ کس نمیخواهد. نمیخورند. در بابا چی روی داد؟ مادرم گفت نمان که به من نگفته باشم. حمایه‌گر که ندارم. همه به من فشار میارم. کدام فشار دختر؟ تو شیطان رو فریب میکنی. مادرم هیچ چیز نکرده. مان دیگر خانه رو به جمع نانداز. ها تنها شما نمیرسیده دفعه آمینه. با منی که کمک کردنم خطا بود. اگر از تشنگی مراد هم آب نمیدیم. الو آمینه نسرین رو یافته نمیتوانم. در خانه است یا در کجاست؟ به نزد شما رفته بود. سحر خانه اکرم میروم گفته برآمد. از اینجا رفت 2 ساعت شد. یا الله شاید یگان کس را دیده باشد. بیاید میگوید که زنگ زند. شد تشکر. به خانه اکرش نرفته است؟ او به کجا رفته باشد؟ بیا بسیار فکر نکرده به من یاری ده. برنج را بشوی. زودتر باش. زودتر. مادر جان یاری ده گفته التجا میکنی. در پس من با دیگر کار مشغول هستی. مادر نگو. با گوش خودم شنیدم. گریزیم گفتی. تو تماما شرم نداری ملکه. دوست به تو حیفی میخوری من. مادر جان اشتیمات مرا گوش کنید. زنگ زده دکتر شیرک؟ بله زنگ زدم. ملکه خوب است پریشان نشو. باز قرص کرده. اوه شو دکتر سلامت باشید. من زنگ نزده به دکون رفته یگون چیز میخرم. تو یگون چیز میخواهی؟ نه تشکر. آیشه خواندنی او چیتا؟ خوب یعنی بد نی. پس چرا ما در یک صنفیم؟ انیخ کی از صنفش افتیده است. برون بچه با عقل است. تو چی ها میگویی؟ برون با کجا میروی؟ اگر بر قصد او باشد موفق شدنی تو جوابی خوب است. از درس او گریختن نه. در وقت حامله دوری نسرین اکای مروتیکت می آمدند. یعنی نسرین در همین خانه بود. تو چی کار داری؟ هیچ چیز نی. گفتی مادرم رو شنیدم. نسرین در استانبول تبابت گرفته است. همین در من در باره تبابت خبر ندارم. یعنی به استانبول نرفته است؟ نسرین در وقت حامله دوریش در اینجا نایستاده بود. جنابی کندل او را به استانبول بردند. تو همین رو شنیده ای. خیر به استانبول رفته است. چرا رفته است؟ چرا میشد؟ چون تیمورات میخواست که او در بیمارخانه بهترین تولد کند. گوش کنید دفعه آمینه یا اینکه در اونجا با جناب کندل ایستاده است. بسیار سفسطانه بودیم. آن کس ماندند و خودشان آمدند. نسلی خودش تنها ماند. اکای مراد که با ینگه ابرو بودند. مگر تنها نیست خواهر جان. یک زن را با او برده ماندند تا که با او یاری دهد. او کیست؟ مادری ریز و برفین.
تا تولد کردنش با او بود. بعد جناب کندل هم نسرین رو و هم کودک رو گرفته آمدن. خدای توبه، مادری رضا؟ باز چی کنجکاوی میکنی؟ چرا کنجکاوی میکردم؟ فقط پرسیدم. اون زن اینقدر نیکی کرده است و در اینجا حتی نامش رو نمیگیرند. زنی دیها، زمین کلان کار دارد. او در اینجا چیکار میکند؟ از کدوم دیها؟ خدایا توبه، کاری تو چی؟ خدای توبه، شاید من او رو شناسم گفته پرسیدم. یک زنی عادی، تو رو از کجا میشناسیم؟ از این به من چی فایده؟ من در رفتار آنها حیران شدم. اپای آمینت، باید رفتم مادرم رو خبر گیرم. چند وقت باز ندیدم. از من چی میپرسی؟ از مادرم پرس. من حضور چطور میپرسم؟ با چشمم ننمو گفتند. حتی نمیفهمد. اگر پرسند دو صفت میآید گویید. مایلش، فقط زود برگرد. امروز با شما دیگر خیلی درس میگذاریم. آزمونی میگذارونیم. پیش اون وقت نگذارونده بودید ها؟ نه. تو نام چی بود؟ ادا. ادا باید از این تخته برا. با خود رقیب انتخاب بکن. بگذار باران باشد. باران باشد باران برا. زودتر بچه جان. خب موضوعی بحث شما جمعیت به آدم تاثیر دارد یا اینکه آدم به جمعیت؟ کدومی شما طرف چی میشوید؟ چی برآمد ادا؟ آدم به جمعیت تاثیر میکند. مالش آغاز کن. از خاطر نبرار، وقتت رو بهوده صرف نکن. جمعیت را یک چند آدم تاثیر میدهد. البته آدم به جمعیت تاثیر میرساند. ولی این در دولت‌های مترقی همین طور است. آدمانی در آنجا بوده هر چیزی به خودشان دخل داشته را خودشان قرار میدهند. چی طوری که خواهند زندگی میکنند. ولی در دولت‌های خفا مانده این طور نیست. آدم هیچ کس است. در فشار و عذاب زندگی میکنند. مثلا در غرب دخترها طرز زندگی خود را انتخاب کردن نمیتوانند، چون که از طرف جمعیت جزا داده میشوند. این مشکلی بزرگ است. از خاطر نمیبرارم که گالیلئو زمین تاب میخورد گفتند پس جمعیت او را حبس کرده بود. من برای همین طرفی آدم هستم. بسیار خوب حمایت کردی ادا. تشکر. اکنون باران بای تو رو گوش میکنیم. اگر نسرین باران رو برای به دختر منصور دادنش جنگ نمیکرد هیچ وقت نمیگفتم. هیچ گپ نمیشود. قدریه خانم رو هم تبی گپ مانوندم. با من نقل کردم پس دیوانه شدم. نمیفهمم. من همان وقت حامله بودم. مراد باشد نسرین حامله شود گفته حرکت کرده است. مرا میفهمی؟ چی گفتنم رو نمیدونم ابرو. چگونه مراد اینقدر فریبگر بوده است نمیدونم. حیات هر بیامان را سوزند. به فکر من جمعیت برای آدم است. ما همه یک چیز رو میدونیم. جمعیت رو اویله تشکیل میکند. بله اویله. فکر میکنم که اگر اویله‌ام به من بدی و نیکی را نمی‌آموزاند و من از روی عقل خودم کار نمیکردم شاید خطاهای بسیار میکردم. در اویله عرف و عادت عنعنه‌ها بسیار مهم است. این یک عضو جدا نشانده آن است. انسان جنس جمعیتی میباشد میگیم. بله انسان در اویله خوشبخت بوده میتواند. خدا را شکر در ترکیه با اویله اهمیتی کلان میدهند. به فکر من این درست است. بیبیم یک روز با من گفتند که اویله مثل قلعه است پسرم.
مقابل یکدیگر شوند قلعه میافتند. باید جویزیست نمیابی. به فکر من این واقعا درست است. چیزی که نباشد برای من در آن قلعه بودن مرا همه وقت با قوت و خرسند میکند. من همین طرز زیستن میخواهم. شما هم این رو فراموش نکنید. بسیار هم برآمدی اولی جان و باران. چطوری که دیدی همسفاری تو با تو راضی هستند. تشکری زیاد. به نسرین نفرت داری؟ چرا نفرت کنم؟ اگر کسی گناه داشته باشد هم آن من نیستم. ولی نسرین به همش مرا گناهدار میکند. تو از او نرنج. از مراد چنگش را پوک میکرد. این یک نمود حمایه کردن خود اوست. اگر کنداش نمیشده نسرین را دوست میداشتی. دختری نازک است. بسیار خوب. البته همین طور است. او خواهری تو است. من البته از نسرین بخشش میپرسم. من نیتی او رو رنجاندن نداشتم. جنابی محمد از شما میپرسم. شما معلوماتی به من تعلق داشته رو چطور به دیگران میگویید؟ من از کجا میدونستم که این سر است؟ یگان وضعیت غیر عادی نیست. ابرو خانم هم اهل عائله است. او اهل عائله نیست. یعنی چی طور؟ او هم مثل شما کلین قدر خانم نیست مگر؟ من از بالای شما شکایت میکنم. نسرین خانم از بچه فیل نسازید. ابرو خانم از دخترش پریشان بود. من برای او را روح بلند کردن گفتم. این چی روح بلند کردن است؟ اپندیسیت به این چی علاقه دارد نمیفهمم. ببخشید مرا در اتاق جراحی انتظارم. باید روم. سلام علیکم. بیمارون جناب محمد رو کی با قید میگیرد؟ من خانم یکم گپ شد. من ینگه عادشاندردی هستم. یک چند روز پیش جراحی شده بود. پرسیدم میخواستم که کی تکرارا به سنجش آید. چگونه جراحی شده بود؟ وای تمام یافتن. بچه پرتفته است. نه به سنجش آمده است. همش خوب. تکرارا آمدنش لازم نیست. چرا؟ پرورش صدبرگ سیاه را آغاز کنم میگویم. وگرنه من در خانه ششته زن غیبت چی میشوم؟ شاید از بون قرض گیرم. زمین رو به گرم مونده میتوانم. این کارها رو تماما نمیفهمم. بیا با صورتت نشان میگیرم. بیا. آیشه میدونی که به نزدیکی امتحان ها آغاز میشوند. از استانبول آمدن بود به مکتب نرفتیم. اگر دفترهایت رو میدونی شد میشدم. البته میدیم ولی همش در خونه است. فردا میارم میشود. تشکری زیاد. هیچ گپ نیست. تا بازدید. چه خبر ها؟ مرای چطور بودی؟ صحبتی گرم و جوشان داشتید؟ تبریک. نفهمیدم. همه رو حیران کردی. دستین همه درباره تو گپ میزنند. چرا؟ باز میپرسی؟ همه حیران موند. سرگرم نیستم ولی گپ زده میتوانم. بارون اگر تو خواهی همه چیز از دستت می آید میدونی هم؟ این رو ما کمی تروش میکنیم؟ حاضر نمیشود. اپام رو میدونی. اجازت بیر؟ اجازت نمیدیرم. چکار میکنی گفته میپرسند. تو باز مرا فیادال میگی. حتی خواهش خود رو اجرا کردن نمیتوانی؟ از گلوی هم نگیر. تو نباشد اجازت بیر. جناب چویتون رو آوردم. بیار با اینجا من. امروز بسیار خستم.
این تجهیزات هم یاری نمیدهد. کی زنگ میزند؟ خواهرم چرا جواب نمیدی؟ جواب میدهم. الو اپا معلم با من وظیفه داد که کتابخانه را توضیح کنم. من کمی دیر میکنم، برای همین گفتم زنگ بزنم. با غیر تو دیگر طلبه نبوده است؟ اوه اپا من این رو با معلم چطور میگویم؟ ندانم. از 2 ساعت زیاد میکشد. مایلش 2 ساعت پس در خونه شو. خیر تو هم به خانه رو. امروز اجازت. نفهمیدم جناب. چرا نفهمیدی؟ تو برو. من 6 دقیقه پس میبرایم. از راه تو رو میگیرم. جناب عزتر باش. خواهر 2 ساعت پس از مکتب نمیاید؟ بله. وقت است. رو چرا؟ ما رو به خونه هم آوردی؟ بله. چرا آوردی؟ نفهمیدم. کمی صبر بکن بیا. این درخت ها رو میبینی؟ بله بسیار زیبا. اینها مگر درخت پیسته نیستند؟ بله پیسته. نهاری نو هستند. های تو هم سببی به اینجا آمدن ما رو نگفتی. این زمین و درخت ها از آن چی اند ابرو؟ خوب ولی من آنها رو چکار میکنم؟ شوخی داری؟ ماه اوگوست وقتی حاصل داری است جمع کردن میفروشی؟ یعنی من باغ پیسته دارم؟ بله باغ پیسته داری. بعد از فروختن چیزی که خواهی میتوانی بکنی. خواهی صدبرگ سیاه شنان، خواهی باز پیسته شنان. و اینجا آمدم پس تا حال خود را چنین با قوتیش نکرده بودم. زمین وفادار است. انسان را تنها نمیگذارد. من نیز همینطور. دراز کشیدم هم یاری نداد سرم میکفد. مادر جان با شما شیرینی دهم گرم خورید. نمیخواهم. اوزلین در کجا؟ به نزد مادرش رفت. رود و بر نگردد. یا توبه مرا بسیار عصبی کرد. اهمیت ندهید. همین فیل دارم. یه فیلش در دور. برای وی شده خانه چپه رسته شد. مادر جان خوب شد که به جناب کندل زنگ زد. اگر جناب کندل نمی آمدن نقشه گریختن ملکه رو چطور میفهمیدیم؟ شاید ملکه حاضر زبانت شمال بردامینه. من بهترش مورم. خدا نشانه دهد مادر جان. خانم برفین لازمند. منم. من ازلیم زنی جناب کندل. ریزا گفته بود تو از من آمینه آمدی ها؟ بخیر است ریزا یکان گناه نکرد. نه من تنها نزد شما آمدم. خوب کردی بیا مرحمت. میدونی من فکر نمیکردم که ما نزدیک میشویم. چطور؟ یعنی همینطور
دوست من با تو گفته بودم که ما یگان چیز عمومی نداریم. بله سخت بغلی کرده بودی. ببخش من خطا رفتار کردم. در اصل تو تماما دیگر هستی. مرا حیران میکنی. خیر چی طور هستم؟ مثلا تماما کتاب نخونده مثل آدمی کتاب خونده رفتار میکنی. تو هم مثل جین زود میفهمی. البته میفهمم. مکار هستی. مکار نه، من برای تو رو گم نکردن کردم. چی گفتی؟ بعد این فریب نیست. من اصلا کتاب میخونم. شکر پرتکلی رو نیمش رو تمام کردم. بیامان. خبر نداری؟ این برای تو مثل شکنجه است. چرا چونی میکنی؟ میدونی برای چی میکنم؟ Seni. Yapma ağam. Ne oluyor? Ne demek şimdi bu? Sende hiç vicdan yok mu? Hiç ağalığına yakışıyor mu bu? Ne yerine koyuyorsun beni Allah aşkına? Ben mi çağırdım seni? Kendin geri döndün. Sen kabul ettin. Oyun mu oynayayım benimle ya? Kusura bakma ağam. Biraz sinirlerim bozuk benim. Ben senin sinirlerini yatıştırırım şimdi. بسیار کتاب خوندن به من لازم میشده باشد. نه لازم نمیشود. بخیر است روزن کلین. جنابی کندال یک روز پرش دادم. نه به شما برآمد. من باشم بعضی خانم کی باشن گفته کنجکاوی کردم. رفته شناس شوم. شاید اون امتیاز داشته باشن گفتم. تشکری زیاد. چرا گفتی من برآمد؟ در استانبول با نسرین یاردم شما بیکار رسیده است. در غریبه او تنها نمانده است. از دستم چیزی که آمد کردم. من هم حاملم. رفته صحبت کنم یگان چیز رو فهمم گفته آمدم. استغفرالله جانم. شما جوانان همه چیز را از ما بهتر می‌دانید. نه اینطور نیست. مثل تجربه شما بوده نمیتواند. خیلی نخل کنید با نسرین چی کار کردید؟ Alo? Abi sen neredesin? Müsait değilim şimdi. Fabrikada mısın? Yanına gelmem lazım. Konuşmalıyız. Akşama konuşuruz Deyzem kızı. Ebru hakkında. İşim var şu anda. Ya bıktım karı dedikodusundan. Bir rahat bırakın da çalışayım ya. Abi o kadının kızı Ada. Akşama görüşürük. Haydi.
یک دقیقه. یعنی وقتی که شما با استانبول رفتید در دست نسرین علقه کودک بود؟ یعنی حامله نبود؟ ها، شیر ندارد گفته ما رو با اونجا روان کردند. ریزا همون وقت خور بود، 1 ماه بود. وقت سلامت باشید. دوستان همیشه زنده باشم. هیچ وقت از خاطرم نمیبراید. 1مین بار به تیاره شیشته بودم، با یک عذاب رسیده رفتم. جناب کیندل شو در اونجا پیشواز گرفتن؟ ها، مرا گرفته به خانه بود. نسرین پریشان، کودک گرسنه. سیر کردم پس کودک به خود آمد. خیر، بعد چی شد؟ چرا درباره این به من سوال میدی؟ چرا سوال میدادم؟ همین که رو خسته بد دارید. کاری نکنید. 4 ماه باران را مکاندم. کودکی به خود آمد. جناب آمده مرا گشته روان کردند. اکی مراد در کجا بودند؟ آمده میرفتند؟ مراد آیله دار بود، نکاحی رسمی. اکنون میدانی گفته نکو کرده ایستاده. میدانم آقا جان. اکنون در خانه هیچ چیز پنهان نیست. کودک خانه خودش میایستاد. یک می آمدند. کم بودی مرا بود کرده زود برمیگشتند. با کودک اهمیت میدادند؟ توبه خواهر جان، درباره آدمی مرده بسیار گپ نمیزنند. توبه بگویید اپا جان، من روی خاطر شما تا اینجا آمدم. گپتان رو بینید. با نام خدا بگویید شما با بارون شیر دادید. خبر دارد دریدها دست رو میبوسد. من همین را فهمیدن میخواستم. من همین را. نه، به کودک نگفتم. بعد پدرشم به او دست نمیرسون. جناب کندل چی؟ آن پس هر روز زنگ میزدم. با نسرین دور و دراز صحبت میکردم. حتی یک می آمدن. گپی جنابی کندل و مراد گرفته بود. همه وقت با یکدیگر جنگ میکردن. چرا؟ نمیدانم، ولی به یکدیگر داد میزدن. نسرین بسیار گریه میکرد. به حال او بسیار دلم میسوخت. خدای توبه. خواهر جان، در کجایی؟ به خانه هم نرفتی؟ شما ما رو فکر نکنید که بهتر از پسی آن دم شوید. من از خودم نمانم. ای بس نسرین. نسرین. این چی؟ کدایف اودی، باقلوا، پرچه سبزی، کدایف پیچونیده، کدایف اودی رست. تشکر زیاد. همش چنان زیبا کی؟ چه شد؟ چرا غمگینه؟ نه، یگان شیرین انتخاب کردی؟ اگر شرم نمیکردم همش رو میخوردم. و ما کم کم از همش خوب شده است. اگر به چیزی احتیاج پیدا کنید به من خبر دهید. من کمک میکنم. مایلش. تشکری زیاد خواهر جان. جنابی کندل تو امروز غنی ما رو میخورند. ریزا رو هم به نردشون بریسن. باز چی خواهم؟ البته باز چه لازم؟ یک دو سه آفرین به پیسری من. بیا پیسرم. باز دیگر دستت رو ده پیسرم. 1 2 3 خوش آمدی نسرین. خوب باشید. مادرم در کجا هست؟ سرشان در دارد. در حجرهشان. کجا بودی؟ اکاد هم زنگ زد. میدونم ما گپ زدیم. و تو چی شد دخترم؟ من با مادرم باید گپ زنم. به فکرم بخیر نیست. بیا مانده شده نیست پیسرم. گیریم رو 1 2 اونقدر در هیجان هستم که تماما فکر نمی کردم که یک روز می آید و من کار خودم رو می کشم. البته موفق میشوی. تشکر. برج تو چی است؟ هیچ وقت به این شوق نداشتم. نباشد روزی تولدت خیر؟ 10 دکامبر. روزی فراموش شونده نیست. بله. من فرزند نخستونم رو یک روز پس گم کردم. همینطور 11 دکامبر؟
خیر مادام که شیرینی ما رو تو اکرام کردی من قهوه اکرام میکنم. لازم نیست. تو رو در حلسیت قدیما مانده به عرفان میروم. امشب با گشتک تکلیف کردم. ها بله در اینجا گشتک بسیار مشهور بوده است. اوه بله رحمتی کزنج بیدی بسیار خوب حافظی میکرد. نسرین دخترم چی شد؟ حالا هم میپرسید مادر. ها ابرو رو میگویی من با او صحبت کردم دیگر این موضوع را نمیگشاید. تو پریشان نشو موضوع پوشیده شد. پوشیده باشد من نپوشیدم. امروز دکتر رو دیدم. کدوم دکتر؟ مادر شما شر نکرده چی طرف طرف آنها رو میگیرید. دختری اون زن کودکش رو افتونده است من همش رو میدانم. جناب محمد گل چی برق دارد؟ شما برای حمایت کردن آنها با موضوع گفتید. سلام خالای امینه. خوش آمده دکتر. روزگار مادرم در بالاست؟ بیرون رفتند حالا ناومدن. خیر دیگران کنی خانه آرام است؟ نپرس جنابی کندال ملیکه رو باز حبس کردن. چرا؟ با تلفن به دست افتاد. خیر چی شده؟ در اینجا همین طور است دخترم. در اینجا همین طور است؟ از آزادی محروم کردن گناه است. توبه توبه شما کاردار نشوید. شد اده بیا به حجره‌مون رویم. چیکار در اینجا زندگی میکنیم؟ خانه نه و عجب. روزگار جان بیا راسته لباسایمان را عوض کنیم بعد آمده با واقعه اصول مادر جان من نفهمیدم که شما چطور این ابرو رو اینقدر دوست داشتید. شما خالای من هستید. خالم شما من رو با مراد خودکاری نکردید. من رو راضی نکردید. من اون وقت 15 ساله بودم. نسرین دخترم شین کمی آرام شد. چطور آرام شوم؟ اون زن و دکتری آنها با یاری شما تو حاضر همینجا هستند. این موضوع گشوده شده باشد هم با سبب شما گشوده شد. چیکار میکردم ها؟ میموندم که کندال ابا رو میکشته؟ چیکار میکردم؟ مادر چرا با من و پسر من همین طور رفتار نمیکنید؟ طرفی آنها رو گرفته حتی دزدی آنها رو پنهان کردید. اون دستانه ها از شما است من میدانم. نسرین دروغ است. دروغ باشد دروغ گویید مادر. دستانه های من به دستم موافق بودند. از آن خودتان رو برآورده و فکر کردید که نمیفهمم. بله کردم. برای آرامی خانه کردم. آنها جوان یک خطا کردند. برای خدا بس کنید مادر. پسرم را از دستم میگیرم میگویم کسی مرا نمیشنود. اینجا نمیشود دختر زیبای من تو مرا گوش نمیکنی. چرا گوش نکردم؟ حالا میبینید مادر جان امروز یا پگاه آنها را با دستان خودم از اینجا دفع میکنم. سر دارم فکر میکردی. حالا میبینیم حقیقت رو همه دانم. بس چیکار میکنی؟ به خانه میروی جناب؟ به خانه. شما در کجا بوده جناب؟ بسیار خسته مینمایید. کاری تو چه بیاقم؟ جناب من فکر شما رو فکر نپرسیدم باز بیمار نباشید. تو با پیشت نگاه کن. اوستا گرزم خدا را شکر بخیر است. البته میرویم دعوت رو رد کردن لازم نیست. تو میروی امیر نیست مالش برای کار. با کجا میرویم جناب؟ تو هیچ جا نمیروی من با عرفه میروم. کاش که به خانه رفتن شرط نمی بود. تو خونه‌تون بود روم؟ نه اپم رو میدونی
معنیش نباشد. بیا خیر و خوش کنیم. این تب نگاه نکن سر میکنم. مگر دختری دوست داشته من نیستی؟ نگاه میکنم. شد هیچ چیز نگفتم. ولی غیر از من دیگر هیچ کس به تو نگاه نکند. فقط سرت رو خم کرده گه. مایلش باز رویم را پوشم. بسیار خوب می شود. بارون بسیار آدمی بدی. مایلش من رفتم. تا بازدید رویشه. لابا یامک. الو شهر بچه‌ام در کجایی؟ در حلفیت یامک. به خونه میروم. به اروپا با گشتک نمیرویم. با پول ها میرویم. مالش من روزی ولی لباسم را عوض کنم. من لباس عوض کنی را در میدان انتظار شو آمده تو را میگیرم. مالش من. ای دراز گیر. چی شد جناب؟ ماشین را من میگیرم. تو باشی به خانه رفته پاسبانی میکنی. چرا جناب؟ خیلی چرا؟ از دری خانه من به اجازت من کسی نمیبراید. وگرنه تو را کسا میدیم. فرا مایلش جناب. حیفی دختر. چی شده باشد؟ باز دوست داشتهش آمده باشد. نمیدونم ولی من رفته احوال پرسی میکنم. کاردار نشب اده. فقط گرد میزنم هیچ چیز نمیکنم. اده. روزگار جان مکتب چی در؟ تماما نقل نمیکنی؟ بیا اینجا شین. پریشانم. ملیکه بابا باز چی شد؟ چرا شما رو قلف کردند؟ تو رو در اینجا باز نبینند. شما حاضر مرا فکر نکنید. با شما چی یاری هم همین رو بیه؟ با من تلفنت رو میدیه؟ برای جب زنگ زده خبر دیهم. میترسم که یگان دیوانگی نکند. ما تلفن نداریم. مادرمون دارند ولی با خودشون بردند. با رجب باید صحبت کنم وگرنه یگان چیزی بد روی میدهد. یک دقیقه ایسته تلفنی پدرم بود. اگر باشد حاضر میارم. در حقیقت نمیاری؟ البته میبیارم. اگر رابر من باید از اینجا گریزم. اگر نه اکم مرا با دیگر کس میدهد. یعنی چطور؟ سلام آمینا. خوش آمدی کلی. دیگران در کجا؟ جناب کندل با باران و گشتک می رفتن. مادرم در بالا. نسرین در حجره‌اش. چطور هستید مادر؟ خوب. شما آمدید؟ آمدیم. من باید با نسرین صحبت کنم. به نزدش نرم. با مادرم گپشون گریخت. رنگوریش پریده بود. همه‌اش از روی من؟ کلی من به تو چوی ریزم. امروز روزی با او صحبت میکردگی نیست. نه من باید با او صحبت کنم. تلفن را یافتی؟ یافتم. گیرت گپ زنید. من در اینجا انتظار میشوم. بعد کندل و باران امشب با اوف و بگشتک میرفتند. خبردار باشید. همین طور؟ الو رجب؟ جانکم تو چطور زنگ زده تا بایستی؟ با
بعد تشکر تلفن آورد. ملکه در حقیقت با من میگویزی؟ میگویزم. اکم امشب با اون میرفتند. این برای ما فرصت یگانه است. مایلش من تو رو در رد چشما انتظار میشوم. بعد از او در اونجا میشم. تو چطور میبروی؟ حاضر نمیدونم رجب، نمیدونم. من تو آمدنی تو در اونجا انتظار میشوم. مایلش من باید خاموش کنم. تو رو دوست میدارم ملکه. من هم تو رو دوست میدارم. گیر ادا جان تشکر. التماس یگان کار کردم مرا از اینجا برار. من چطور برآورده میتوانم؟ کلیدی احتیاطی رو گرفتم میتوانی؟ ولی در حجره مادرم است. مایلش میگیرم. ولی شب رو انتظار میشویم. تو در اینجا چیکار داری؟ آب آوردم. تشکری زیاد. آنی نمیبیارد. تو زحمت نکش بیرو. بیرو. مادر جان. من دیگر مادری تو نیستم. مگر من به تو درو گفتم؟ غرورت کجا شد؟ نسرین باید کمی صحبت کنیم. تو مرا دیوانه کردن میخواهی؟ گوش کن. من برای از تو عذر پرسیدن آمدم. امروز با قدریه خانم صحبت کردم. برای مرا غمگین نکردن تو رو با آلمان رفت گفته بودند. چرا با من اینقدر نفرت داری؟ شاید حرکت میکنیم که کمی با مدنیت رفتار کنیم ها؟ من نیتی با تو یگان کار کردن رو ندارم. به نزدیک خودت از اینجا برآمده میروی. فکر هم نکن. در اینجا میستم و کار میکنم. حالا میبینیم که گپی تو درست است یا از من. تو چرا برا؟ برا گفتم. میبینم امروز پروانه هستی؟ نه احمد جان. تو با خود چیکار کردی؟ هیچ چیز نه. بیا من مرا فریب کنی. در دستی من تولد شدی. این قدرت خدا را بینه. چطور زیبا آفریده است. احمد با ماهی خروف نکنی. مالش گیر رو. این چند پول است؟ 1 لیره. به من ده.
به گشتک می رویم. جناب کندال خوش آمدید. سلام علیکم. چطور است جناب؟ چطور؟ کارها خوب است؟ تشکر. قربان چطور هستی؟ شکر خدا. پلیس‌ها در درون همین دردی ما قبول کنید. آمده نتوانسته. شما رو هم دعوت کردم. بعضی سفارش‌ها و تمام‌ها رو آوردن. فکر نمی‌کردم که تو رو می‌بینم. در اینجا چیکار داری؟ با همکم آمدم. مرحمت گیرید قربان. سلام علیکم. باران، بچه، روز گذشته در بیمارخانه برای تو را زدنم بسیار غمگینم. من هم تقو جان. گوش کن، چرا تو را زدم میدانی؟ حالا من از تو بخشش میپرسم. شد تقو جان، من هم عذر میپرسم. خودم را گم کردم. جانی من. تو در اینجا چیکار داری؟ امک شد. برو هردم. باید زن خورسان شود گفته در بیمارخانه ایستادی نفهمیدم مگو. بهتر دیگه نکن. روش کن چرا؟ آرام باشد جنابان. ای بس اوکی. شد. بیا نمیدارم. بیا مرحمت کن. گذار. سلام علیکم. سلام. اول به مهمانان از استانبول آمده مهم بودن گشتک را فهمانیم. در این مجلس با اقوام با سخن شاگردان در نزد زانو شعرها را با دوتار میرسانیم. بچه ها در جماعت همراه شیشت خیستن را با آداب صحبت کردن را با آداب بودن را می آموزند. مگر همینطور نیست جناب کندال؟ با جان و دل. مرحمت رفیق کن. با این مجلس کسی که آمد غم حسد قهرش را در بیرون مانده آید. از دل به دل راه میکشویم در هر زبان طور. بیاید آغاز میکنیم. مادر جان کمی میخوردید؟ هیچ چیز نخوردید؟ دلم هیچ چیز نمیخواهد. فشار خونتان را سنجم قدر خانم؟ نه دخترم، فشارم نه. دلم را منیتم میسوزم. او را از حجره باید آزاد کنید. این از آدمگری نیست. بله مگر این درست است؟ دخترم دردم را بر شما چطور فهمونم؟ دخترم شما کاردار نشوید. تو تماما کاردار نشو. چرا من تماما کاردار نشوم؟ برای همین. چون که تو زود به دل میگیری برای همین میگوید. تو قیمه کباب گرفتی؟ امینه ینگر بسیار خوب میپدد. همه وقت دعا بکن که دختری مادرت هستی. اگر نسرین مادرت میشد جزوت را میداد. همین طور می نسرین. چرا این طور نگاه میکنید؟ همه را آروم کرده میشدم. چی شده است؟ شوهر شما یک کس بود. پدری فرزندانتان هم یک کس. عزله باز چی سفسفته میگویی؟ هیچ گرم نی قدری خانم. شاید اوگلین درست میگوید. فرضی ما یک خیل چیزها رو قبول کنیم شاید برای همه خوب میشود. مادر جان من همانی درستم میخواستم. این بازی هایتون به دلم زد. کدام بازی؟ اگر تو بازی کنی جایزه اسکار میگیری. تو چون میگویی عزله؟ اسکار مزکر دپی بد است سخیر.
با بیبیم خوب روان مادر جان؟ خوب را پسرم. آره بچه جانم، بیا رفته خوب روی. من امروز بسیار خسته شدم. به شما خوبی خوش. خوبی خوش. برای اپای ملیکا یگان کار نمیکنه مادر؟ چکار کرده میتوانیم دخترم؟ ادب ملیکا خبر دیگه میگوید. بله مادر جان، مگر او از 18 ماه گذشته چیزی خواهد کرده میتواند. باور کنید من غمی او رو میخورم، ولی به فکرم تماما کاردور نشدیم بهتر است. به همین هم سحر با کندال گپمون گریخت. چرا؟ کندال تلفن رو با ملیکا کی داد گفته پرسیدم، پس وزلن ترسیده به فکرم بوری من کرده است. تهمت چی؟ کندال باشد به شما داد و وی کرد. بله همین طور شد. دیوانه. مالش من به شما یک خبری خوش دارم. کاری افتاد؟ یعنی قریب همین طور کاری خودم رو آغاز میکنم. یعنی چی طور؟ چی بود است؟ پیسته‌های در زمینمون میرویده رو میفروشم و برگ سیاه میشنانم. بسیار خوب. ما به شما یاری میدهیم. البته یاری میدهید. سفسطه نگوماید چی طور یاری میدهیم؟ مادر جان شما دهخانی رو هیچ نمیفهمید. بهوده با امید نشوید. این خیلی نگو. همه چی طور آموخته باشن، من هم همانطور میآموزم. حالا میبینید. از حاضر شما رو تبریک میکنیم مادر جان. تشکر زیاد. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. عدل تو ایسته کمی صحبت کنیم. چی شد؟ من با تو خواب رفتن عادت کردم. خیر چیکار میکنی؟ بخیر است دخترم. مادر جان نرنجی، خواستیم رو داشته نتوانیدم. با مادر کلانم خواب میروم گفته یک روی دارم. اوی بچه من آسین بیا ببرم پیسرم. مادر جان چطور میشود نمیدونم. جای کلام است میخوندیم. بیا نه خواب رو اینجا. با روزگار با مادر کلانت ها؟ روزگار به جان قربانی تو شوم. آسین جا شدی پسرم؟ جا شدم. مادر جان کمی در اینجا ایستد بعد اومدم میبرم. من
من شفا یافتنی تو رو انتظار شدم. بعد خودم هم کمی به خود میایم گفتم. همون وقت گپ زده تو رو رنجاندن نخواستم. در این موضوع گپ نزنیم مادر جان. گپ میزنیم. با این جوشی. من با شما چی میگفتم؟ اگر که غمگین شوم هم اصلا به من دروغ نگوید. نمیگفتم. میگفتید. البته رو به شوهر میکنی. البته یگان کس رو دوست میداری ولی همش وقتی خود رو داری. شد مادر جان حق هستید. تمام؟ نه نشد. مرا گوش کن آدم. یکی با تو یگان چیز روی میداد. یکی تو رو هم گم میکرده. من چیکار میکردم؟ مادر چرا اینقدر زود به رویا رسیدن میخواستی؟ بین همه ما چطور عذاب کشیدیم. از همه زیاد تو. حیات گذشته میرود آدم. هیچ چیز رو برگردانده نمیشود. چنان زندگی بکن که پشیمان نشوی. شد مادر جان فهمیدم. انشالله. آده این حیاتی تو هست. ولی تو دختری من هستی. با تو یگان چیز رو دیهد باور کن از تو زیادتر من غمگین میشوم. آن روز که مادر شدی شاید مرا فهمی. مادر جان مرا ببخشید. باور کنید چی از پشیمانم گفتن نمیتوانم. شد دخترم. و تو این گپ ها رو تکرار نمیکنم. ولی از این پس از تو بسیارتر امید دارم. خوش معامله و موافق شدن تو رو میخواهم. حرکت میکنم. چیزی که نباشه تو دختری من هستی. اگرچه در زندگی خطا کنی هم تو رو دوست میدارم. ولی اکنون از پس تو نظارت میکنم. مالش اکنون میتوانم روم. بیرم. شما را بسیار دوست می‌دارم مادر جان. من هم تو رو دوست می‌دارم. رفت خوب کن. شما رو انتظارم. البته باید سلطت کنیم. ماوی از ما که سولانم yüreğimi dağlama. Hayvanlar olanda gelenem, bahçe bağlanda gel. Hayvanlar olanda gelenem, bahçe bağlanda gel. Hasta düştüm gelmedin. کاش که وقت رو داشتم میتوانستم که در آغوش من
کشتی اینجا را چنان دوست می‌دارم که مثل که در این دنیا فقط ما هستیم. Hasta düştüm gelmedin anam, bari can veren de gel. Hasta düştüm gelmedin anam, bari can veren de gel. با اجازه شما ما رویم. خب سلامت باشید. مایا چی میخوایی؟ چی شد؟ با ملیکا باید یاری دیدیم که گریزد. چی؟ تو دیوانه شدی؟ اگر یاری ندیهم کندل او را با آدمی بیگانه میدهد، تمامی عمر ناامید میشود. اقلا زنده ماند ادا. اگر گریزد کندل او را میکشد. تو تماما روزنامه نمیخونی؟ تو این را زندگی میگویی؟ یک دختری کلان را خون کردند. مایا باید یگان کار کنیم. می ادا، مادرم رو شنیدی؟ او هم کردار شدن ما رو نمیخواهد. التماس خوب رفت، خوبم نمیبرد، با او دلم میسوزد. تو از کی باز اینقدر مهربان شدی؟ یاری میدهی؟ می مایلش خودم میدونی. اوف ادا اوف. با کجا؟ کار چی؟ تو چرا در خانه مثل دوست ها میگردی؟ برازگر دارویش رو میدیم. شب بخیر آقای نصری. شب بخیر ریزو. آب نوشیدن میخواستم. از اونجا چیزی که خواهی گیر ریزو. میدونید نوبت دارم. تنها پاسبانی کردن مشکل است. راست میگویی. کاری همه مشکل. کلی در کجاست؟ ادا اومدی؟ کلی در کجا میگویم؟ در کشکشکی بالای میزی مادرم. مایلش احتیاط شو. پروا نکنید. دخترم تو در اینجا چیکار داری؟ وای برازگر داروش را دادنی آمدم. از یادم بر اومده. من هم آسم را گرفتنی آمده. آغوش کرده خوابیدن. خالای آمینه نرسید. همین طور قربانی آنها شود. بیا رفته خواب کنیم.
Бисёртиро гирифтам, вале бароварда натавонистам. Холай Омина омад. Бисёр хуб. Акнун хоб дар. Каме вақт гузарад боз меравам. Вале Ризоро чӣ кор мекунем намедонам. Ризо? Ризо. Вай ки дали палид Ризоро посбон мондааст. Яъне чӣ тавр? Дар онҷо посбон мекунад. Ё худоё. Насрин ҳам дар ҳавли шиштааст. Чӣ кор кунем мая? Адас, фикрат дар. Кендал ҳам каме пас меояд. Шояд дигар имконият нашавад. Ёрӣ деҳ мая. мо ягон гуноҳ намекунем, мо ёрӣ медиҳем. Агар ба даст афтем, Кендал моро мекушад. ҳеҷ чиз карда наметавонад. با فیراد درباره چی گپ زدید؟ هیچ گپ‌های بیهوده. باران دروغ یک روز فوش می شود. حقیقت می گذرد و می رود. شما این رو به من چرا گفتید اماد؟ باران پسرم، من تو رو به واقع رسوندم. از پدر زیادتر حقوق دارم. مگر دروغ؟ نه راست. گوش کن پسرم، روزی می رسد که چیزی که دارم از آن تو می شود. همه خیلی؟ بله. از تو فقط یک چیز می خواهم. به من دروغ نگو. از من یگان چرا پنهان نکن. فهمیدی؟ گوش میدم اگر با مادرم گپ زده باشی. چی فکر دارد من کاردار نیستم. تو مرا فهمیدی؟ فهمیدم. انا همین طور یک دیگر رو فهمیدیم. نوش. چی شد؟ چرا شما در این ساعت سیر و گشت دارید؟ تو پاسبان این خانه هستی؟ مرا گوش کن. خب امون پاریس تلویزیون تماشا میکنیم. در اینجا چی گپی هست البته. مادرم اکنون هیچ نمیخندند. اکنون چی میشه آدمک؟ یک راهی اون لعنتی رو گم کردن نیست؟ وضعیت را تو میدانی باران. خانه پیشتر را فروختم، قرضی بانک را پرداختم. تو از پس مادر شو، با او صحبت کن، او را با سیر و گشت برار، وگرنه سبش ویران می شود. مایا نسرین با حجره هستم. قبل خالی گوش کن، من یک نقشه دارم. انشاءالله ریزا رو هم به این نوبت گرفتی. من بولو بر اومدم ملیکه رو آزاد میکنم. تو باشی با پای اون فرو. باید یکان کار کرده او رو از اینجا رسانیم. فهمیدی؟ مانده مادرم بیند میفهمد. باید شما را بید من بد خود میکنم. ای خدا. کیست در اونجا؟ من افایوزلیم. آب نوشی برآمدم. پایم دست میکنم و هم یک شیر دوشم گفتم. شما ایستید. من شیرتون رو میارم. راستی گویی میاری؟ البته شما منتظر شوید، من حاضر میارم. مایش او رو روان کن. با فکرت اصول فدستی وقتی من یک برکم بگوید میمورید. شد
خربوش؟ شما چرا فرامدید؟ من شیرتون رو می آوردم. نه خواهر جان، من به این عادت نکردم. مثل شما با خدمت به بابایا نرسیدم. به من ده. تشکر. در همینجا می نوشید؟ ها، در کجا میشم؟ به حجرتون می رسید. پایم درد می کند گفته پایتان رو می مولیدم. با تو چی شد؟ هیچ چیز نه اپا جون. پایم درد می کند گفته بعضا پای من هم درد می کند. دردش به یک عذاب می گذارد. باز شما حامیله هستید، فرزندان می شوید، باز یکون چیز می شود. راست میگویی. هیچ کس فکر نمی کند. فقط من خودم رو احتیاط کنم. در این خانه همش عیبت می شود. کی ملکه هست می بینی؟ نفهمیدم. نه هیچ چیز نیست. من اسم رفته خوب می روم. تو هم رو. شب بخیر. با تو هم. شب بخیر. این رو یک طرف می کرده؟ شب بخیر. تیجه؟ دستانم رو افتاندم. آن رو می جویم. ممکن نیست. جناب گفته که حتی پشه هم نگذارد. همراه می گفتیم؟ با فکرم در آخری همین راه هستید. در آنجا بود. کاش که با خود نمی گریفتم. پگو سحری میکوبی. درون درو. اوف، ولی بای توفه پدرم بود. باید البته پیدا کنم. درون درو گفتم. ریزا؟ نامتان ریزا ها؟ نامم رو میدانی؟ نداریستان هم ممکن؟ میدانم که از همه آدمی باوری یا که کندم هستی. بله. جناب به من به هیچ جا نمیروند. از کجا با کجا؟ در تقدیرم از استانبول آمده با تو شناس شدن بوده. من اگر در خوبم میدیدم باور نمیکردم. نامی تو چی بود؟ آی تو تا حال نامی مرا نمیدانی؟ عدد. عدد؟ بسیار نامی تمچین. با تو صحبت کردم خیلی خوب است. ولی با من یاری میدادی همان دستمانم رو میافتم. نیمه شب چطور میادیم؟ با این چشمانی تو میجم زده میادیم. باوری دارم. مردم این طور باشد افتی. کیلو بود؟ بیا زودتر. چی؟ ها نه نقره بود. در اینجا نیست. با فکری من هم نیست. بیا رفتیم. مردمی که آمدیم بیا کابیم. نه کندل آمده باز غضبی نشود. پروا نکن. من در اینجا باشم جناب هیچ چیز نمیگویند. بگذار ولی خوب ترش بریم. تو سهیل یک سیر و گشت کرده بیاییم. چرا؟ شاید در اینجا افکنده باشی. برای دلت فشرده شدنش میگویم. نه افسیده باشد افسی. چیکار کنم؟ من رفتم. ولی توفه پدرم گفتی کو؟ الو چی شد قفلم؟ یکون واقعه روی داد. نه اکای سیرک، من با شما یک چیز گفتنی بودم. برای همین زنگ زدم. چی میگوی خواهر جان در این نیمه شب؟ درباره نسرین تا آمدنی جناب گفتن میخواستم. نرنجید. با نسرین چی شده است؟ مادرم گفتن که نسرین در استانبول طبابت گرفته فرزنددار شده است. باز همین موضوع چی شده است؟ بسیار چیز خیلی است. پاپای آمینه میگوید که نسرین حامله دار شده به استانبول رفته. باز به خود یاردمچی هم گرفته. مادر تو پاپای وکیل رو. خواهر جان تو چرا اینها را به من میگویی؟ چرا میگویم؟ چون که چیز رو نمیفهمم. من امروز به نزد آن زن رفتم. و میگوید که وقتی که من رفتم در دست نسرین البته کودک بود. یعنی چطور؟ از روی همه این معلوم میشود که بارون کمی بر وقت تولد شده است. خواهر جان روی راست بگو چی گفتن میخواهی؟ نمیدونم کیفیت.
ولی چی واقعی روی داده است؟ به خواهرتان راهی راست رو شما نشان داده می توانید. مایلش من خاموش می کنم. شب بخیر. من امروز به نزد عمرم رفته بودم. او میگوید که وقتی که من رفتم در دست نسلی نوکت سویدش بود. معلوم می شود که باران کمی بر وقت خالص شده. حل کردیم. همش انجام یافت. موفق شدیم. بله در آخر رفتند. تشکر گفتند. جانکی من. انشاءالله به دست نمیافتند. چون که اگر فهمم گریخته نمیتوانند. مایا ریزا عجیب ساده است. کلید؟ من باید رفته در رو قلف کنم. نمی شود از حجره برآمده نمیتوانم. قدریه خانم بیدار شده در رو شده بینم صبرم از پس آنها میشوند. اوف ادب بس من بسیار میترسم. شد من حل میکنم. تو با من داروی روزگار رو ده. قدریه بیدار شود در دستم باشد. چنان خواب دارم که نپوشم. حجت رانندگی هم رو گیرم. بعد من فقط میرانم. پروانه پیدا مکن. انشالله بچم انشالله. امروز سرم بیران است. اگر نقل کنم کارها خوب نیستم. نه آخیر ملکه رو در حجرهش قلف کردم. چرا؟ با رجبی صد گپ میزد. گریزین میگفت. چی ها میگید امد؟ دیگر با او باوریم نموند. دست پای ملکه رو نشکسته ولدار کنم خوب میشد. خوش آمده جناب. تشکر. همه جا آرام بود؟ بله جناب. خب کلید رو گیرو. ماشین رو در گراژ مان. شب بخیر فیریزا. شب بخیر باران. تو در این طرف چی کار داری؟ داروی روزگار آوردم. باز با مادرم خوب است. بله. مثل خر است. توبه. این دختر رو بینم فکر میکنم که شیطان رو دیدم. جانم شیرینه. فکر کردم که نمیایی. من هم چنان ترسیدم که اگر دوستانها یاری نمیدادم گریختم نمیتوانستم. بیا رفتیم. صبح بخیر مادر جان. صبح بخیر پسرم. اکرم آمدند؟ نه به فکرم خوب هستم. چی شد؟ با آنکه صحبت کردن میخواستم. شما خوب هستید مادر جان؟ خوبم. دیشب شما بسیار دیر آمدید. شما رو انتظار شده خوابم برده مونده. بله دیر آمدید. تو خیلی زیبا شده ای پسرم. چشم نرسد.
این توراتریات ها همش برای آیشه؟ نه مادر جان. باران پسر من تو رو خیلی دوست می‌دارم. تو برای من همه چیز هستی، میدونی؟ میدونم مادر جان، ندونستم ممکن است. اکنون به مکتب روم؟ مالش بیرو، به دفتر بیرو. اکرم شما میگویم که پسرم را از من میگیرد. من به این تو باور نمیتوانم. که پسرت را از تو میگیرد. حسدا نگو خواهر جان، بگو چی شد. اکرم من این را گفتم نمیتوانم. آخه جانی من، انا جانی شما با رسم گرفتی توفه کرده شما یکم بیترم رو دوستم. شما رو میدوستم. Nasrin. Canım abicim, işte yeğenin Baran. Senin hediye ettiğin fotoğraf makinesiyle ilk kez oğlumun fotoğraflarını çektim. Hasretle öpüyorum, Narin. چیزی که راه بکنیم دهم دیکم روزی فراموش نشونده است. بله من فرزند اولینم رو یک حسرت میکنم. همین تفریح دهم دیکم نمیدونم که چی است. از روی همه این بارون کمی بر وقت تولد شده است. نسرین تو چیکار کردی؟ حالا که خانه آرام است یعنی هیچ کس حالا نفهمیده است. بله تماما با حجره او ندر آمدند. بالشت را یک چند نامو جا کردم که به فکرم همه فکر میکند که او خوب است. حاضر در کجا باشند؟ انشالله در جای دور هستند، در جایی که هیچ کس آنها را نمییابد. دعا میکنیم که رجب آدمی خوب باشد، او را نقص نگاه کند. صبح خیر دخترو، چرا پیچیر میکنید؟ نه چی پیچیر؟ مایا زودتر باش گفته فشار میآورد. مقصد اینجا با او معقول شده است. من به روزگار خوراک خورنده ایستادم. شما هم با پایان پروید مایلش مادر جان. بیا زودتر باش که بر وقتتر از اینجا برایم. در وقتی فهمیدنی آنها در اینجا بودن نمیخواهم. به فکر من هم باید زودتر برایم. بسیار خوشبختی دختر. چند ماه باز حامله ای لیکن شکمت کلان نشد. دکتر هم همین طور میگوید. فربه هم نشدی. من در وقتی با آسیم حامله بودم 30 کیلو فربه شدم. بعد خراب شده نتوانستم. حامله دوری نسرین چی طور بود؟ شکمی او هم آنقدر کلان نشد. به استانبول رفت گفته بودم که ماهای آخر ما او رو ندیدیم. در اصل اینها رو باید از جناب کندل پرسیم. تو چی ها میگویی؟ آقا پیامنه اینقدر ساده هستید. نکن عزلی، التماس با سر نکن. صبح بخیر مادر جان. صبح بخیر دخترم. اوه بچه من با ظرف آمده است. مادرت این رو به تو گیرید؟ بیا به درونش آب گیریم. آمینه یک لگن تیار کرده به ملیکه بر. مایلش مادر جان.
ملکه رو خبر گرفتم. خوب بود. شاید شب خوب نرفته باشم. اکای سیرت آمدم. صبح بخیر خاله. خوش آمدی پسرم. ببخشین صبحانه میخورید. نه من با نسرین صحبت کردم. نسرین لبایکه بیا با بیرون برایم با تو صحبت کردنیم. چرا؟ چون که صحبت کردن میخواهم. من اکای کندال رو انتظارم. با پایان فرویان با اون که صحبت میکنم. بعد صحبت میکنید رفتیم. انتظار شده نمیتوانم. من میدونم که عاده کودکش رفتونده است. کمی پس اکای کندال هم میفهمند. سرسته نگو نسرین. باز یگان چی روی دادنش رو میخواهی؟ من نمیخواهم که یگان چیز روی دهد. به حضور زندگی کردن میخواهم. اگر حقیقت رو اکام فهمند فکر میکنید که اونها در اینجا میمونند. درباره حقیقت صحبت کردن میخواهی؟ من هم با تو صحبت کردن میخواهم. بیا. در چی باره؟ درباره باران. با باران چی شده؟ روز تولد باران کی است؟ چی شده است؟ 11 مارد نیست؟ بله. این چی نباشد؟ شما با این چی گفتن میخواهید من نمیفهمم. در اینجا 11 دکامبر نوشته شده است نسرین. روز مرگ فرزند ابرو باران تولد شد. من از کجا دانم که فرزند اون زن کی تولد شده است؟ نسرین با من راستش رو گوی. با من این رو فهمم. این چی؟ نسرین با من راستش رو بگو. نسرین گرد زن. باران پسری ابرو است. گرد زن خواهرم. بله. الله سلامت. بله. چی شد دختر؟ چشمت رو علام میکنی؟ اکای سیرت رو جنگ میکنن. برای چی؟ چی شد؟ کمی صبر کنید پیامینه. اکای سیرت سی رو فهمیدند. همش پوش میشود. اگر اونها نگویند این دفعه من میگویم. سفسته نگوی. کندال تو رو میکشن. توبه توبه. جنابی کندال با ملکه صبحانه میبرم. کلید رو میدهید. زهری بدنش رو خورد. تو بخیر جناب. چی در روی بینی کمی کردی؟ به من چای بیار. تو این رو چطور کردی نسرین؟ چطور کردی؟ من خودم تنها نکردم اکا. خواهر من تا همین درجه بی‌وجدان است که فرزند را از مادر جدا کرده. اکا من خواستم که یک کسی مرو در من باشد. من او رو گم کردن نمیخواستم. من کندال هم خواهرم هم میدانند. اکا قربانتون شوم التماس. نرس به من. جزایش رو میگم. بابو همش رو میگم. قربانتون شوم اکا. اگر بارون را از من گیرم من نمیتوانم. نسرین دستم رو سر ده. الو ابرو. سلام فرد. بر کجایی؟
با تو درباره پسر صحبت کردم میخواهم. در خانه خالم. همینطور شد. حاضر میکاریم. حرف من رو نخیر. آقا احتمال قربانتون شدم التجا میکنم. من با شما همش رو نکن میکنم. راستش رو نکن میکنم. مراد با دستان خودش کودک رو آورده به دستم داد. نرفت با من. نرفت. آقا احتمال. آقا التجا میکنم. آقا احتمال. آقا برو گوش کنید. کردار نشم. آقا التجا میکنم. آقا احتمال نکنید. نسرین چی شد؟ این چی دو بای؟ احتمال آقا. نسرین چی شد گفتم؟ آقا با من یاری بید. همش رو میگویم. نقل میکنم میگویم. چی رو میگویم؟ این چی میگوید سیرت؟ تو چرا به اینجا آمدی؟ جنگ دیشب را دوام دادنی؟ سیرت با تو بد صحبت میکنم کندل. ابرو بیا رفتیم. آقا احتمال این کار رو بکنید آقا. من بیشتر نمیتوانم نمیرم آقا. اگر این کار رو کنه نمیرم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید.